الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. برادر سوال کردند که کسانی که به گیبنوز کردن مشغول می شوند حکم اونها چیست؟ و هر اون انسان هایی که به نزد گیبنوزچی ها می روند و از اونها استفاده می کنند یا برای دفع بلا یا برای شفا یافتن، حکم اونها چیست؟ برادران عزیزم، بارک الله فیکم، ما در نواقض الاسلام در هفتم شکننده اسلام به شما شرح دادیم که السحر و منه الصرف والعطف، سحر و اینچنین از سحر گرم و خنک کردن بین کسی نباشد زن و شوهر یا کسای دیگر، این همه شکننده اسلام است. یعنی اسلام انسان را میشکند. گیبنوز هم علما میگن که گیبنوز کردن انسان یعنی یک انسان را از کنترل خود بیرون کردن و به کنترل دیگر انسان در آوردن و اون را از خیال به خیال کردن یا که بیهوش کردن یا که عقل اون را به کنترل خود در آوردن، که بعد از گیبنوز بعد عملها را می کند که نمی فهمد و بعضی سخنها میگوید که نمی فهمد. عموما گیبنوز یعنی یک انسان را شخ کردن و گیبنوز کردن و اون را عقلش را از کار برآوردن، این هم از سحر است. این هم یکی از نمودهای سحر است که با طریقه سحر کردن انسان را از حالت عادی خود به یک حالت فوق العاده داخل می کند و اینها را نیز ساحر گفته می شود. و حکم تمام گیبنوزچی ها کفر است. حکم تمام گیبنوزچی ها کفر است. و 4 مذهب میگویند که باید توبه کند و اگر توبه نکند، اگر حکومت اسلامی باشد مثل خلفای گذشته، دولت‌های اسلامی گذشته، اگر اسلامی باشد این انسان را در بالای عملش دستگیر کنند، در بالای گیبنوز کردنش، در بالای سحر به سحر مشغول بودنش، در این حالت به قتل میرسانند. حکمش قتل است، همچون مرتد. و اما اگر به دست گیرند در حالتی که توبه کرده است، پیش از به دست غلطیدن توبه کند، توبهش قبول است و ان شاء الله سبحانه و تعالی به این عمل اگر دیگر باز نگردد و از این عمل دست خود را کشد، تماما توبه حقانی بکند، در این حالت این مسلمان است. بارک الله فیکم. عموما گیبنوزچی ها انسان هایی هستند که با جن همکاری میکنند، کفر یا شرک را انجام میدهند و عملهایشان عملهای غیر شرعی است، عملهای کفری است و اکثر و تمام اونها جاهل نیستند. اکثر اونها بخبرند، خبر دارند که کفر را انجام میدهند و قصداً عملهای کفر را انجام میدهند تا که گیبنوز اونها، سحر اونها قوی تر گردد. هر یک ساحر و هر یک گیبنوز کننده عملهای زشت و عملهای قبیح را به جا می آورد، به مانند قرآن را به نجاست همراه کردن، قرآن را به خون حیض زنانه آمیخته کردن، قرآن را آتش زدن، اعوذ بالله من ذلک، دشنام دادن دین، دشنام دادن مقدسات اسلامی، که با این طریقه با جن همکاری میکنند، با جنهایی که شیطان هستند و با جنهای کافر همکاری میکنند تا که به مردم مسلط شوند، تجارت بکنند. جن میخواهد که با واسطه این بی عقلان و بی خردان و دیوانگان مردم را گمراه بکند. پس برادران و خواهران عزیز، از گیبنوزچی ها و از تمام نمود ساحران، فالبینان خود را دور بگیرید که امروز این بدبختان و لعینان به خود لقبی نو گرفتند، طبیب گذاشتند. طبیب، اینها طبیب نیستند، اینها بدبختند، اینها به سر انسان ها بلاهای بزرگ می آورند.
و بعضی فتواها هم شنیدیم که گفتن بعضی ها به واسطه گیبنوز گرم کردن بین زن و شوهر، عشق زن و شوهر را به هم دیگر زیاد کردن، یا به واسطه سحر جادو کار خوب است برای آنکه این گرم کردن زندگی را خوب میکند. اینها همه صحبت های خرافات است، صحبت های جهلا است. نه گرم کردن و نه خنک کردن این جایز نیست و از این شکننده اسلام است. اسلام انسان را میشکند، یعنی انسان را کافر و مرتد میکند. پس هر یک گیبنوزچی که در اصل اول مسلمان بود و بعد از این به گیبنوز دست زده است، این مرتد می شود. و اگر کافر باشد، البته کافر است و به نزد اینها رفتن این چنین بد است. حکم گیبنوز کفر است و کننده گیبنوز کننده کافر است. اما کسی که به نزد گیبنوز کننده می رود، این سه حکم دارد. حکمش مثل حکم رفتن به نزد ساحر است. هر کسی که به نزد ساحر می رود یا به نزد گیبنوز کننده می رود و گفته های اون را تصدیق می کند، گوش می کند سخنهایش را و گفته هایش را تصدیق می کند و عملا اجرا می کند، این کافر شده است. من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی که به نزد عراف، کاهن، ساحر، گیبنوزچی برود و گفته های اون را تصدیق بکند، پس بداند که به آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است، یعنی به قرآن کافر شده است. این مسئله بی‌نهایت خطرناک است. قسم دوم، هر کسی که به نزد فالبین، به نزد ساحر، به نزد گیبنوز کننده رود، بشیند گوش بکند اما گفته هایش را تصدیق نکند، بگوید که این دروغگوی بدبخت است، در این حالت لم تقبل صلاته 40 یومه. در این حالت هم گناه کبیره کرده است، کافر نشده است، لیکن گناه بی‌نهایت بزرگ را انجام داده است. 40 روز نماز میخواند و اما بعد از همون روز 40 روز نمازش قبول نیست. 5 وقت نماز 40 روز قبول نخواهد شد. الله المستعان. امروز چقدر خواهر و برادران ما به کوچکترین مسئله میروند به نزد فالبین، شاید گفته اون را تصدیق نکنند، لیکن میروند به مجرد رفتن به نزد فالبین، به نزد ساحر، به نزد گیبنوز کننده برای حل مشکلاتتون. در این حالت 40 روزه نماز قبول نیست. اگر تصدیق نکنید، اگر تصدیق کنید که انسان کافر میشه. این هم حدیثی صحیح است، حدیثی که بیان کردیم. اما گروه سوم، کسانی که به نزد گیبنوز کننده، فالبین، ساحر، به نزد این بدبختان و گمراهان میروند، اینها علما و طالب علم شرعی هستند که برای رد کردن کفر اونها، برای رد کردن شبهه اونها، برای رد کردن الحاد اونها به نزد فالبین و گیبنوز کننده میروند و اونها را با حجت قرآن و سنت باطل بودنشان را در بین مردم اثبات میکنند و به توبه کردن دعوت میکنند. و انمین طالب علم علما رفتنشان به نزد ساحر برای دعوت کردن و برای باطلش را بیان کردن درست است، اما رفتن و تصدیق کردن حکمش کفر است. رفته اگر تصدیق نکند هم نشستن در نزد ساحر و گیبنوز کننده این گناه کبیره است و نمازش 40 روز قبول نخواهد شد، اما باید بخواند، برای آنکه ترک نماز کفر است. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران عزیز، هر کسی که به نزد ساحر و به نزد فالبین و به نزد گیبنوز کننده می رود، دلالت می کند که این انسان حالا موحد نیست، حالا از بوی توحید بوی نبرده است، حالا عقیده اهل سنت و جماعت را نفهمیده است. برای همین است که ما میگیم آموزش عقیده ضرور است. برای همین است که ما همیشه در موضوع عقیده صحبت بکنیم تا که مسئله های مهمات را بفهمید، از کفریات و از شرکیات و از خرافات و بدعت خود را نگه بدارید. بارک الله فیکم. خود را احتیاط بکنید، اهل خانواده خود را احتیاط بکنید و از تمام کسانی که از نمودهای کهانت و از نمودهای عراف، از ساحر، از فالبینی و از نمودهای گیبنوز به شما پیشنهاد میکنند، اعلانهای میکنند، به نزد اونها نزدیکی نکنید، خود را دور بگیرید تا که نجات یابید و مشکلات خود را با رقیه شرعی حل بکنید. پیش از خواب رفتن به خود آیت الکرسی و بعد از این چخیلی که حدیث ابو هریره دلالت میکرد و بعد از این سوره
اخلاص و موعظتن را قرائت بکنید و به دست خود نفس کشید و بدن خود مالید و فرزند خود را رقیه بکنید و در خانه خود سوره بقره و آل عمران بخوانید و از الله سبحانه و تعالی طلب شفا بکنید و اون وسیله هایی که الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشته است از اونها استفاده ببرید و از نزد اینها دور باشید. بارک الله فیکم.